بلکه اگر یک نفری میتونه با یک وضو چند نماز هم بخونه، اما افضل و اولا است که یک نفر ده هر نماز وضوی جداگانه بگیره. و کیفیت وضوی رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که سه بار مزح بدن خود میشست، دو بار هم یک بار هم، اما از 3 بار بیشتر نمیشست و نشستن از 3 بار ممنوع هم هست چون در حکم اسراف میاد. ایره به خاطر از یادآوری میکنم که بعضی از مردم تصور میکنن که مثلا نشستن 3 بار اعضای بدن لازمی است و به می خاطر اگه کم باشه میگه دی وضو نمیشه. این درست نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم 3 بار اعضای بدن خودش است، دو بار هم شست، یک بار هم شست. یعنی یک بار هم اگر یک نفر اما قهوه اندک باشه شاید به اندازه یک گلاس، یک نفر بگه به این قهوه وضو میشه، خود بگی چی بیتش خندید نمیکنه. یک از علما از عملی خودش وضو پیامبر صلی الله انجام میده، شاید کمتر از این یک گلاس وضو میگیره. عملی ویدیوش هم داره، شاید دوستا دیده باشه دیگه. پیامبر صلی الله در استفاده از آب بسیار محتاط بود و حتی میگه اگر شما در جایی که دریا هم بودین اونجا اسراف نکنین. و گاهی وقتا آدم خوب درک نمیکنه بعضی از احکام وقتی که در یک مشکل واقع شد. شما ببینید مشکل امروز در دنیا یکی از بزرگترین مشکلات دنیا مشکل آب است. کابل مشخصا یک چند وقت بعد ممکن نگه ما شما با ما از تیل هم که در قیمتش بالا بره، منطقی ما خمیال هم رقم است دیگه. این یک مشکل کلان است. یعنی وقتی یک نفر به یک مشکل بر بخوره بعد میفهمه که حقیقتا میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم چقدر در زندگی انسان به صورت کلی چقدر نقش مهمی داره. و غالبا پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی آغاز میکرد وضوی خود بسم الله میگفت و بعد دستای خود تا بندها میشست، بعد با دست راست خود دهن خود آب مینداخت. با 2 روش دهن و بینی خود رسول الله صلی الله علیه و سلم نشست. یکی که در دهن خود 3 بار جدا به اصطلاح آب مینداخت و کلی میکرد، بعد بینی خود جدا میخورد و احیانا پیامبر صلی الله علیه و سلم در دهن خود آب میگرفت، یک قسمتش در دهن خود مینداخت، قسمت دیگه هم در بینی خود. به هر 2 روش از رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده. بعد با دست چپ خود به اصطلاح بینی خود پاک میکرد و بعد روی خود هم میشه 3 بار هم یک بار هم 2 بار هم آمده. و طبعا شما میدونید مقدار روی و بعضی ها در مورد شستن روی خصوصا اگر ریشش کمی انبوه باشه بسیار غلو میکنه، متوجه میگیریم تو زدا میره این طرف و اون طرف و اون طرف. گپ خطای دیگه وجود داره نه که میگه حتما باید شما بدم ظاهر بچسبونید. این نیاز نداره، فقط میابه شما بگیرید نمی ظاهرتون بشه. بعد دستای خودم رسول الله صلی الله علیه و سلم تا آرنج به شمول آرنج ها میشست و مس سر میکرد. در مورد مس سر طبعا شما میدونید اختلاف است که چقدرش بوده باشه، اما روش عملیش ما وقتی نماز در دوران مکتب درس میخونیم هم بر تیمم و هم بر وضو، خصوصا بر مس سر استاد ما یک ترتیب خاصی میگفت اگه این ترتیب خراب شود دیگه مس سر شما نمیشه. میگفت دستان تر بکنین، باز این 3 دانه انگشتان یک جا بچسبونین، این 2 دانه انگشتان دور بگیرین، این این فرق سرتان بونین تا آخر ببرین، متوجه باشین که دست این جان در سرتان نخره. بعد این اونجا بچسبونین، 2 دانه این بلند بگیرین، پس عظمت بیارین، احتمالی که بکنین، باز احتمال بکنین. این ترتیب خاصی نداره، دست تر کو سرت تا آخر ببر، خلاص کفایت میکنه. و مس گردن هم رسول الله صلی الله علیه و سلم نیامده، مس گلو هم نیامده، بله خلال انگشت آمده. خیلی با این 2 انگشت داخل گوش خود و با این پشت انگشت خود چی میکرد. مردم ترتیب خاصی جور کردن، نه مس سر میکنه، بازوتو میکنه، بازوتو میکنه، با اساس شرعی نداره. یا در مورد تیمم هم استاد ما که برنامه درس میداد ایران میمونیم چوری رقمی هستی، سخت میگه دوستانه بذارین باز تو بکنین، بازیت کنین، بازیت تا اینجا ببرین، بازی یک رقم دور بدین، این دوستانه کنین خلاص. این هیچ در مورد از اینکه تیمم تا کجا شود، مثلا احناف میگن تا آرنج ها باید دستا شود، اما در احادیث صحیح ثابت است که مثلا تا بند دست کرده خلاص، تا بند دست خلاص، تا بند دست کرده بعد بی خود خلاص. بی جنجالی بار بکنه. ما ایران میمونیم که چطور سخت است. باز هر وقت استاد میگه عملی کار کنیم، باز امی که یکم که دست ما خلاص میخواد یک سری پشت کلمه تاق یاد نگرفتید. به همین خاطر باور کنین کلان روی صفحه دام یال است باش بگید تمام بگم میگم یاد ندارم، تمام بگید یاد ندارم، چه دست بزن دست تو ویتا بس اینه میگه پس خلاص میگم من یاد ندارم. چرا؟ و به خاطر اینکه در حتی حالا با شیخ خرزاوی در کتاب خود میگه یک نفر که از گفت چرا نماز میخوان کلان آدم، گفت من وضو یاد ندارم. وضو یاد دستوری داشتن نمیتونی، گفت که نه همون دعاهایی که در وضو یاد ندارم. متوجه شدن؟ هیچ دعای خاصی
در شستن هیچ عضوی از اعضای بدن از پیامبر نقل است. که بعضی میگن نه دهن تشیش اینی گپ بخوان، چشمای تشیش اینی گپ بخوان، ریتش تیر گپ بخوان، دستای تشیش تو گپ بخوان، پای تشیش زلزله را بخوان. هیچ کدامی از اینها از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. بعد از ختم امی اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین هم بر روایت ضعیف آمده. فقط اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمد عبده و رسوله میگن به طرف قبله خلاص. دیگه هیچ چیز دیگه از رسول الله صلی الله علیه و سلم نه آمده. و شستن پاها هم به شمول پشت پاها و بعضی ها در شستن دستای خود کم بی توجهی میکنن، قسمت های از آرنجشان خشک میمونه و احیانا یک در مردم هم در شستن پاهای خود کوتاه میکنن، خصوصا بعضی ها پاهاش تو چخوری یکی زیاد از نه او هم باید رست بشه، یعنی یا بعضی ها پشت سر پاهایشون خشک میمونه. یک بار رسول الله صلی الله علیه و سلم با صحابه در آب بودن، کمی ناوقت شده بود نماز، یک دیگه صحابه از کاروان پیامبر پیش رفتن، اونجا وضو گرفتن و چون در وضو عجله کردن بعضی ها قسمت های پشت پاهایشون خشک مانده بود. بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم اونجا وقتی رسید دید که یعنی یک فریضه هست، فرض است در وضو، با آواز بلند پیامبر 3 بار صدا کرد ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار. یعنی آتش بود بر اون کسانی که پشت پاهایشان خشک مانده. 3 بار را تکرار کرد، نشان دهنده اهمیت موضوع بوده. و بله حالت مسح رو توضیح داده بودیم که اگر کسی به وضو جراب یا بوتش پوشیده باشه میتونه مسح بکنه، مشکلی در این باب نیست. و این روش وضوی رسول الله صلی الله علیه و سلم بود.